جدا میشوند باید راه تعمیر کنند تقریبا تحت نظارت نیست. این سؤال اصلدین دوستیوف خبرنگاری ورزیده تاجیک 2 هفته پیش به مسئولین ناحیه شمس‌الدین شاهین بود. او تا آخر عمرش برای ژورنالیستیکای تاجیک و منطقه کار کرد. این نوار از 29 ایول در ناحیه شمس‌الدین شاهین گرفته شده است. ولی بعد 7 روز این نشست پزشکان معده اصلدین دوستیوف را جراحی کردند. خبرنگار دیگر به خود نآمد و شام 8 اوگوست در بیمارستان درگذشت. دوستان دوستیوف میگویند او از جمله خبرنگارانی بود که همیشه قلابشکنی میکرد. سردبیر هفته‌نامه پیک از مقاله او وادی مرگ یاد آورد. با گفته او این مقاله مجبور ساخت تا مسئولین از پی اصلاح آن شوند. یک مقالهش کسی سال 2003 حدود 20 تا 30 هزار انسان از مرگ نجات داد. از یک مقاله وادی مرگ بود. دوره کسل سیل خروج کرده بود. هزارها نفر مردند. اصلدین دوستیوف تا آخرین لحظه حیاتش یکی از خبرنگاران راستگو و سختگو به حساب می رفت. او در گذشته 10 مقاله درباره پایگاه نظامی روسیه در کلاب نوشته است. همکارانش میگویند که به احترامی مسئولین این پایگاه نسبت به حکومت محلی و ساکنان سر و صدا برپا کرده بود. با گفته دوستانش اصلدین دوستیوف در تربیت ژورنالیستان جوان نیز سهم گذاشته است. با گفته همکارانش حالا مکتب اصلدین دوستیوف 10 جوان را در راه ژورنالیستیک موفق کرده است. اصلدین دوستیوف این دو چیز را، استعداد و جسارت را برابر داشت و در بعضی حالتها دیگران را به حیرت می‌گذاشت. جسارت او، کسبیت او دیگران را به حیرت می‌گذاشت. در سیمای او ژورنالیستان جوان خیلی که چندین نفر که این نقطه را قید کردند یک حمایتگر خود را می‌دیدند. در جنازه اصلدین دوستیوف همه خبرنگاران تاجیکستان جمع آمده بودند. از شادروان یاد می‌کردند. اصلدین در همون زمان قلم بر دست گرفتن که لحظه های دشوارترین هم زندگی بودن هم ژورنالیستی تاجیک. اینها با همون نوشته های که راه هزاران نفر شاگردا را کشاندند. اصلدین دوستیوف تا 2 هفته قبل از مرگ برای هفته‌نامه پیک مقاله می نوشت. او در گذشته در رادیوی صدای خراسان، رادیوی امروز، نشریه روز نو، ملت، SSR، آژانس خطلان پرس، ورارود و خبرگزاری آزادگان کار کرده است. سال 2005 مقاله هایش همچون بهترین نمونه جسارت ژورنالیستی در کتاب جسارت ژورنالیستی که با کمک صحه تهیه گشت نشر شدند. جنازه او را روز 9 اوگوست در مسجد معروف با نام داملا حیدر خواندند. اصلدین دوستیوف در قبرستان مارخانه شهر کلاب دفن شد.